آنی که سپیددم خروزی سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری. حضرت عمر خیام به ما و شما صدای خروزی سحر را تحلیل میکند، معنی داد میکند که وقتی شما سحر بیدار میشوین و صدای همان خروز به گوش شما میرسد، آیا میدونید که وی چی میگوید؟ اراده او چیست؟ فریاد زدن او چی معنا دارد؟ دانی که سپیددم خروزی سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری. یعنی که نمودن در آینه صبح، از عمر شب گذشت تو بی خبری. حضرت گفتند معنای نوحه خروز سحر این است که ای امت محمد، همه شما آگاه باشین که از عمر شما یک شب دیگر با سپری شد. البته از هفته تا هفته از حیات ما و شما هم باز 7 روز یا 8 روز دیگرش سپری شد. معنای این را دارد که ما و شما باز یک هفته به سوی اجل خود نزدیک شدیم. لکن شکر به سوی خدا که این روزهایی که از ما و شما سپری می شود در عبادت خداست، در فکر خداست، در محبت پیغمبر و در محبت مسجد است. انشاءالله این روزها برای همه ما و شما روزهای نورانی می باشند. جمعه پیشین مهمانها را ما و شما گسیل کردیم و از صحبت اونها، از آواز شیرین اونها ما و شما لذت بردیم و امروز وعده کردیم که از بس که بی نهایت سوالهای زیاده که یک قسمش نزد من هست و شما جواب میگویم، باز از این دم دیده زیادتر در خانه منتظر جواب هستند و بعضی سوالهای هستند که اونها را ما جواب نمیگیم. وقتی که کدام شما سوال شما جوابش نیافت، میتونین که مراجعت کنین و سبب جواب نگفتنش را به شما البته میفهمانم. زیرا بعضی سوالهای هست که البته اون هم خلل پذیر مسجد است، هم خلل پذیر در حق ماست. برای همین از شما خواهش دارم کدام شما اگر میخواهین که سوالهای شما که صدا نداد مراجعت کنین، انشاءالله جوابش را رو پرو به شما خبر میدهم. و جمعه آینده خدا خواسته باشد باز تاریخ همون حضرت امام ابو حنیفه امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه را که فقط ما و شما از تولد وی آگاه شدیم، خدا خواسته باشد از قصه های او برای شما خبر میدهم. السلام علیکم داملای عزیز. السلام علیکم داملای عزیز. آیا چرا در بین مردم قمری یا موسیچه میگویند مردم نمیخورند؟ آیا این حلال است یا حرام؟ موسیچه یا قمری میگیم ما و شما، اینا حرام نیستند. البته سبب نخوردن قمری، سبب نخوردن و دیگر پرنده های مثل همون فلاشترکی که ما و شما میگوییم از خاطر آن است که اینها پرنده های هستند که آزار اینها به هیچ کس نمیرسد. پرنده های بی آزار که هستند ما و شما با اینها هیچ دخالت نمیکنیم، اینها را شکار نمیکنیم و الا برای ما و شما حلال هستند. همه پرنده بغیر آن پرنده هایی که وحشی هستند و عقاب و کرگس و دیگر پرنده هایی که با نول و با پنجه خود شکار میکنند، آنها در حکم همون حیوان های حرام میدرآیند. بغیر آنها تمام پرنده برای ما و شما دیگر حلال است. از آن جمله همین قمری که هست.
میتونیم ما و شما شکار کنیم و یا در جان خود استفاده کنیم. این گناهی نیست. یک روز دیگر یک برادر سوال دادند که آیا همین کفتر حلال است؟ کفتر هم از جمله آن چیزی است که مردم ما تناول نمیکنند. البته حلال است، میتونین شما استفاده کنین کفتر را. کفتر یگان جای وبال ندارد، یگان جای گناه ندارد، لیکن فقط ذبح شرط است. چی در قمری، چی در گنجیش، چی در کفتر، اگر با دستون گردنی وی جدا کنین وی حرام است، او را خوردن نمیتونین. با دست یعنی گردنی او را کندن به غیر کارچه این حرام است. فقط میتونین که کفتر است، قمری است، گنجشک است، فقط به واسطه تیزی، یا تیزی سنگ باشد یا تیزی کارت باشد، خواه زن باشد خواه مرد باشد، در ذبح فرقی ندارد، ذبح کرده استفاده کنید. جایز است، درست است. و الا به دست خود اگر گردنی را کندین یقین دانین که وای دیگر چی است؟ حرام است، وای خورده نمیتونین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان دائمی شما می باشیم. می خواهیم که با این سوال ما با پررگی جواب گردانید. در مسجد محله ما جوانان زیاد ذکر خدا را به جا می آورند و در مسجد گپ دنیایی را بسیار می گویند. می دانند که در مسجد گپ دنیا گناه است، اهمیت نمی دهند. التماس با پررگی جواب دهید. با احترام، یک گروه جوانان مسجد. برادر عزیز، در تمام دنیا در مسجد گپ دنیا می رود. در تمام دنیا، چه در مسجد شما، چه در مسجد ما، چه در مسجدهایی که در همین شهر دوشنبه ما و شما، در کجایی که نباشد، مسجدها خالی از گپ دنیا نیستند. زیرا پیغمبر خدا گفتند زمانی می شود که مسجدها تا جایی که ذکر خدا گفته شود به گپ دنیا مبدل می گردد. این معجزه پیغمبر خدا بود. این کرامات، این معجزه از جانب پیغمبر خدا بود که اون چیکار کرد. امروز تأثیر او را ما و شما دیده ایستاده ایم. لیکن یقین دانیم که کسی که در مسجد داخل شد، آداب مسجد رعایت نکرد، یعنی با پای راست باید درآید، خداوند ما طلبگار فضل تو هستیم گفته می درآید و می نشیند، تحیه مسجد می خواند وقتی تحیه مسجد باشد و با ذکر خدا مشغول می شود. اگر گپ دنیا گفت، این حدیث پیغمبر است که 40 ساله اعمال نیکش همش حبطه می گرده. 40 ساله شما یک روزه عمل خیر دارین یا ندارین اینش خدا می داند. وقتی اینقدر زحمت میکشین، اینقدر مهنت میکنین، باز گپ دنیا در داخل مسجد که گفته شد، یقین دانین که مکافاتش انا همین است که عملهای خیر شما همه بیکاره شد. حتی حضرت عمر دوره های خلافتش میگد وقتی که از پس مسجد 2 مهمان از طائف بودند، وقتی صحبت داشتن با گپ دنیا، حضرت میگد فریادشان زد نزد من بیایید. گفتن شما از کجا هستین؟ گفت ما از شهر طائف هستیم. گفتن قسم به خدا اگر شما مهمان هستین و احترام دارین و الا مهمان نمی شدین، چنان آواز شما را می برآوردم که تمام مدینه می شنید. شما حق ندارین که در مسجد گپ زنید. امروز گپ زدن در مسجد عیب همون اساسش عیب همون پیشوایی هست که در همون مسجد امام خطیبی دارد. وقتی داخل مسجد شد، امام خطیب یک ساعت معین کند که مردم فقط به گپ خدا و با گپ پیغمبرش آموخت کند. صحبت‌های مثال کتابی رود. انشاءالله این صحبت‌های دنیای از بین گم می‌شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. حکی حاجی مرزا، یک سؤال دارم. من نماز میخوانم، پدرم نمیماند، مرا چیکار کنم؟ یعنی البته وای به حال همون پدری که فرزند خود برای نماز خواندن اجازت نمیدهد. تمام مردم مسلمان تمنا دارد که فرزند اون نماز خوان شود، تا جایی که پدر خود اصلاح شده باشد. خود باید که در نماز باشد و باید خود پدر مسئول است که فرزندها را نماز خوان کند. امروز این مصیبت بین که پدر نماز نمیخواند، بازم این با فرزند نمیگذارد که نماز خواند.
سوره مدثر اگر آیت‌های آخرش شما تلاوت کنین، خداوند میگفته است کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. بنده های نمازخوان وقتی که وارد جنت می شده است، خدا میگوید، من مختصرا یک خلاصه شیره این آیت به شما میگم، وقتی بنده های نمازخوان، بنده های جمعه خوان، بنده های خدا ترس وقتی که وارد جنت می شوند، یتساءلون عن المجرمین، از این پدر بینماز میپرسید از همون بچه نمازخوان، ما سلککم فی سقر، پدر چرا تو وارد دوزخ شدی؟ گناهکارها را میپرسیدند، جنتی ها با یکدیگر ملاقات میکردند، چرا تو وارد دوزخ شدی؟ آنها چی میگفتند؟ قالوا لم نکو من المصلین، ای وای به حال ما که ما از جمله بندگانی بودیم که در دنیا نماز نمیخواندیم. لم نکو من المصلین، ما از همون طایفه بودیم که در دنیا نامان مسلمان بود، بچه ما نماز میخواند، مادر ما نماز میخواند، لکن خودمان خدا زده بود و از این نماز دور بودیم. فکر میکردیم که بی نماز مسلمان است، لیکن امروز خداوند با سبب این بی نمازی ما را وارد دوزخ کرده است، دیگر از اینجا خلاصی برای ما نیست. رسول اکرم میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له، این حدیث طبرانی است. حضرت گفته است که همین آدم بی نماز هیچ قدر در اسلام ندارد. لا سهم فی الاسلام، بی قدرترین، پلیدترین، افلاسترین بنده در روی دنیا کسی است که لا صلاة له، کسی از نماز ندارد. گفتم پیغمبر العهد الذي بیننا و بینکم الصلاة فمن ترکها فقد کفر، این حدیث پیغمبری خداست. من عهدی که با شما کردم ای امتی مسلمان، پیغمبر میگوید همون عهد من، پیمان من با شما آن زمانی هست، آن زمان من پیغمبری شما هستم، آن زمان شما امتی من هستید که در بینتان نماز داشته باشید. فمن ترکها فقد کفر، کسی که نماز ترک کرد، گفت پیغمبر، عهد و پیمان برید و اسلام ندارد و مسلمان نیست. این حدیث پیغمبر شماست. در باب تاریک الصلاة در کتاب مکاشفة القلوب امام غزالی وارد شده است. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد. حضرت حافظ شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. همین شیطان رانده شدنش از درگاه پروردگار به چی خاطر بود؟ به خاطر که وقتی خدا امرش کرد آدمی که من آفریدم سجده کن، گو خلقته من طین و خلقتنی من نار، تو مرا از آتش آفریدی، این آدم از خاک آفریدی، آتش از خاک افضل است، من این سجده نمی کنم. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بی نماز، شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بی نماز، او سجده بری آدم و این بر خدا نکرد. شیطان هزارها بار، همین شیطان مردود ملعونی مرجوم از آدم بی نماز میگد 1000 مرتبه بهتر است، زیرا که این شیطان آدم سجده نکرد، لیکن این بنده باشد خدا را سجده نمیکند. وای به حال همون پدری که این گونه فرزند باز می‌دارد. من برای شما توصیه میتونم همه فرزند الله طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این حدیث پیغمبرتون است. پدر و مادر را گوش نکنین در حالتی که شما را به گناه اگر دعوت کنن، وقتی شما را از کاری ثواب میخوان که باز دارن، شما اونها را اطاعت نکنین. گفت از پیغمبر شما نه عاق میشین نه گناهگار میشین، بلکه ثواب میگیرین. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی. آیا پادشاه را دشنام دادن گناه است؟ البته آدم ابله پادشاه را دشنام میدهد.
پادشاه را دشنام دادن این غیرت ما و شما را نشان نمیدهد. اگر عقیده مرا فهمیدنی باشین، اگر فهم مرا در همین مسئله فهمیدنی باشین، من به شما توصیه میدم که مثل پیغمبرتون رفتار کنین که در حق دحیه کلبی دعا میکرد. شما دعا کنین که خدای مهربان پادشاه ما را عدلش زیاد بگرداند. خداوند این پادشاه ما را تمام عملهای خیرش چیکار کنه؟ برآورده بگرداند. بالای رعیتش خداوند نگاهش بدارد. این است وظیفه هر کدام ما و شما. پادشاه را دشنام دادن این گناه است، البته گناه است. چی جای ثواب دارد؟ علل خصوص همین پادشاهی که امروز بالای سر ما و شماست. این جهادی که این پادشاه ما و شما کرده است، چی در قزاقستان، چی در مالزیا، چی در امریکا، که اسلام را شما با تروریسم ارارش نکنین گفتند. این سخن یگان شیخ عرب نگو، بلکه پادشاه ما و شما گفت. آبادانی هایی که از دست پادشاه ما و شماست، همه ایرا شما میبینید. جای ایرا بیان کردن نیست، چه از کشادن مکتب ها، چه از کشاندن بیمارخانه ها، چه از دیگر عمارت هایی که الحال در اطراف ما و شما رفته ایستاده است. باید که با قدر نیکی البته این پادشاهی که امروز بالای ما و شماست، همه ما و شما برسیم. در حقش دائم باید دعای خیر کنیم. همین آبادی که الحال در مسجد است، همین توده مردمی که جمع می شود، همش البته اگرچه فضل خداست اول و آخر، لیکن برکات این ایشان هم هست. السلام علیکم داملای عزیز. قرآن در روی قبر خواندن درست است؟ یک نفر امر معروف کرد و گفت که آیت بالای قبر این عادت مردم، نه فرمان خدا. این هزارها نامعقول کرده. شما همین الحال همین بعض جوانهای برآمده است که آیت بالای قبرم انکار میکنن و شما را مثال خلاف مذهب ابو حنیفه میخواهند که رفتار کنین، اینها را گوش ندهین. شما همون امام خطیب ها را گوش کنین. همین علمایی که امام خطیب هستند، پیشوا هستند، همونها را گوش اندازین. به هر یک جوان قد کوچه شما اهمیت ندهین. رسول اکرم میگوید که این حدیث ابو داود را روایت میکند: اقرأوا علی موتاکم یاسین. اینا پیغمبر خدا گفتند شما بالای مرده هاتان، بالای پدر و مادر و اولاد اجدادتان سوره یاسین بخوانید. چرا نادرست است؟ از همه شما برادرای عزیز، من خاصه همین مذهب ابو حنیفه را برای چی به شما حکایت میکنم؟ زیرا که بعضی از برادرای ما و شما امروز پیدا شدن خلاف مذهب ابو حنیفه میخواهند رفتار کنند. میلش کردن بگیرن، همونش هم سنت، لیکن همین فتنه و جنجال و نافهمی را در بین مردم پیدا میکنن. گاه دستها را تا راستی کتفا میبردارن، گاه آمینی بلند میگویند. حالا که رسول اکرم که ابن مسعود راوی این حدیث است میگوید 4 چیزی هست که باید پس گفته شود. اینم حدیث پیغمبر خداست: التعوذ و التسمیه و التأمین و التحمید. اعوذ بالله پس گفته شود، بسم الله پس گفته شود، آمین پس گفته شود، ربنا لك الحمد پس گفته شود. این حدیث پیغمبر است. برای کسی لازم است مرحمت کتاب نزد ماست. با بلند گفتن آمین عرق خریب من می شود، با بلند گفتن آمین زنا من می شود، به حیایی قد می شود، نه قد نمی شود. مردم عقیدهش بیدار کردن در کار، مردم در نماز درست کردن در کار. همه این مسئله بعد حل خودش می‌یابد. هر مسئله که ابو حنیفه اخذ کردن همش با حدیث است، همش با آیت قرآن است. حتی همین آمین پس حضرت دلیل دیگرش ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، صدق الله العظیم، آیت دلیل کردن که خداوند میگوید دعا را شما دائم پس بخوانید، که حضرت گفتن آمین از جمله دعاست، باید دعا پس گفته شود. این حدیث
احمد، ابو داود، حاکم و حدیث حسن است. من چیشم نویساندم، همون اقرأوا علی موتاکم یاسین، بر مرده هاتان شما سوره یاسین خوانیم بالای قبر شونده. اینا هم احمد روایت کردن، هم ابو داود روایت کردن، هم حاکم روایت کردن، هم حنان هم روایت این حدیث کردگن و حدیث حسن است اگر اهل حدیث فهم باشد. السلام علیکم بابای حاجی، آیا در توی آیت خواندن جایز است یا نه؟ البته جایز است. امروز همین عقیده ویران در ما و شما پیدا شده است که فقط قرآن در مرده استفاده میکنیم، در زنده نی. روزهای توی چرا ما و شما آیت قرآن نمیخونیم؟ در معرکه ها میریم، خوراک میخوریم، دعا میکنیم و آیت نمیخونیم. چرا نمیخونیم؟ من استمع الى آیت من کتاب الله فله حسنه، گفته است پیغمبر. کسی که اگر آیت قرآن گوش میکند، کسی آیت قرآن میخواند، از برای اون نیکی میرسد. باید که البته در همون خاندان عروس است، شه است، باید که آیت خوانده شود و اونها را باید که ما و شما دعا بتیم. برای مرده لازم بوده است و برای زنده لازم نبوده است. جایز است. السلام علیکم داملای مهربان، اکثر مردم میگویند که با پای راست به خانه و مسجد درآ، با پای چپ برآ، یا اینه که در حاجت خانه و بازار برعکس این. باز میگویند که انگشت دست را نشکن یا که انگشت را در انگشت نانداز. اینها چه اساس دارند؟ در قرآن در باب اینها گفتگی هست. با احترام مخلصی شما، البته قرآن نه، لیکن حدیث های پیغمبری خدا در این باب هست که شما وقتی که مسجد می درآیین با پای راست درآیین، وقتی حاجت خانه می درآیین با پای چپ درآیین، وقتی بازار می درآیین با پای چپ درآیین و در بازار بسیار نایستیم بلکه تیزتر از بازار بیرون شوین و انگشت های دست البته صداهاش مثال ما و شما زیر میکنیم میبرانیم، این صدای انگشت هاتون نبرانین، انگشت بالای انگشت بار نکنین. اینها همش در حدیث های پیغمبر هست. البته رفتار کنین، اینم یکی از سنت های پیغمبر خداست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب دهید. ما یک روز در همین مسجد شما نماز عصر را میخواندیم. یک شخص ما را گفت که تو این اشاره سبابه را مکن که این گناه است. آیا این گناه است؟ التماس با سوال ما جواب دهید. البته علامت سبابه گناه نیست. چرا گناه است؟ علامت سبابه این سنت پیغمبر است که وقتی شما در التحیات خواندن همان انگشت سبابه را میبردارین، این سنت پیغمبری خداست. شما ثواب میگیرین، گناهگار نمیشین. حدیث های خیلی زیاد، حتی ابو حنیفه در کتاب فقه الاسلام و ادلته 4 امام که مذهبش صحبت میکند، صاحب کتاب میگوید ابو حنیفه انگشت جمع نمیکرد بلکه همون حالت خودش ماندگی اشهد ان لا اله اشهد ان لا گفتند میبرداشتن همین انگشته و میپرتافتن الا الله میگفتند. خود ابو حنیفه میکردن. این در کتاب همون فقه الاسلام و ادلته موجود است. کردنش ثواب، کردنش سنت است. انجام دهین، این گناه نیست. السلام علیکم داملای عزیز، درود و رحمت با شما. من 2 سوال دارم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنه. چی معنا دارد؟ این از آیت فجر هست. ما و شما در حالت دوره کردن مرده ها میخوانیم یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام گیرنده، ای نفسی که شما با قضای خدای خود راضی هستین، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، رو به نزد پروردگارت در حالتی که خدا از تو راضی است و تو از خدای خود خوشنود هستی. فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنه، داخل شو در گروه صالحان و داخل شو در جنت پروردگار. این معناش همین است. میگویند آدمانی که از پشت صورت روز قیامت عذاب میکشند
کسی صورت مرده را نگاه کند همان وقت مرده را عذاب میدهند. برای همین پیش از مردن صورت را بسوزانید. راست است. خدا باز هم به شما علم و دانش زیاد عطا کند. البته حق گفتن کسی گفتن صورت گرفتن در اسلام ما و شما اگر بی عذر باشد ما و شما را گناهگار می سازد. ما و شما نه صورت می گیریم نه صورت می کشیم. صورت هایی که لازم است برای پاسپورت، لازم است برای یگان اراده سفر داری، مرحمت صورت گیر، لیکن بیهوده صورت نگیر، بیهوده صورتی تر نکشن که در اصل هرگاهی که به صورتی تو نگاه میکنن تو را خداوند عذاب میدهد. امروز متاسفانه خانه همه مسلمان ها پر از صورت است، علل خصوص در همین قشلاق ها اینقدر صورت زیاد جمع شدگی است. بالای همون جیودانی که دارند گردابگرد همه پر از صورت است. و در خانه مردم شهر باشد حمام خانه هاشون پر از دخترای فاحشه صورت ها در همون حمام خانه و واردای خانه و همون اکتیارهای بدبخت و بیدین خدازده که در دنیا هستن همونا در خانه های ما و شما زدگی هستند که اونا به خون هزارها مسلمان تشنه هستند. شما بالای سرشون کردین. اونا خود کم کثافت بودن که باز در خانه خود جاشون کردین. یگان ملائکه رحمت خانه شما نمیدراید. نگذارین در خانهاتون صورت ها را. مرحمت صورت کعبه است، صورت یک منظره است، یک منظره را بیارین کشال کنین. السلام علیکم بابای حاجی، سوال مرا جواب دهید. من پدر و مادر را پرسیدم که در بازار کار کنم، گفتا که در خانه کار می باشد. من گپی پدر و مادر رو نگرفته ناپرسیده به قرغن رفتم. یک ماه پس برگشتم. این عیب من یا عیب پدر و مادر؟ جواب این سوال را دهید. البته برادر عزیز، رضاگی پدر و مادر در همه سفر برای شما ضرور است. حتی که دوره های پیغمبر خدا که چقدر جهاد ذلول بود، وقتی می آمدن جوان ها که پیغمبر خدا را می گفتن که ما با جهاد همراه تو می رویم، رسول اکرم چی می گفتن؟ می گفتن پدر و مادر داری؟ می گفتن بله. می گفت خدمت پدر و مادر را انجام ده، خود جهاد در راه خداست. یا از پدر و مادر پرسیدی؟ این سوال ها را پیغمبر ما و شما از همان جوان ها و از همان امت خود می کرد. از این خاطر هر جایی که شما می روید اگر بخواهید که برکت در باید که پدر و مادر از شما راضی باشد. پدر و مادر از شما راضی باشد. رضاگی پدر و مادر این رضاگی خدای شماست. بسیار خوب می شود که شما پدر و مادر را در همه مسئله ها از آنها چیکار کنین؟ سوال کنین و راضیگی آنها را طلب کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دامدار شیرین سخن درباره رباعیات های عالمگیر عمر خیام به ما جواب پره می داده. این رباعی چنین است: گر باده خوری تو با خیرتمندان خور، یا با صنمی لاله رخی خندان خور. بسیار مخور ویرد مکن فاش بساز، اندک خور و کم کم خور و پنهان خور. در این رباعی باده، می، شراب با کدام معنا شاعر گفته است؟ از نام مخلصی اشدی شما. اصطلاحاتی است مر ابدال را که از آن نبود خبر غفال را. عارفان ما و شما میگد که همین ابدالای ما، ابدال گفته همون اولیاهایی که تخمین 70 نفر هستند، همونها در اصطلاحات خود، یعنی در استفاده کردن شعر خود، می، باده، جام، پیمانه، سبو استفاده میکنند. لیکن شما غفالا، شما غافل ها از معنای اون درک ندارین که اون چی میخواهند در شعر خود. خب حضرت مثنوی باشد، صاحب مثنوی حضرت جلال الدین رومی یک روایت میارد که ان لله شرابا اعده للاولیاء اذا شربوا سکروا و اذا سکروا تابوا. پیغمبر
از نام پیغمبر ما و شما رو یاد میکنه از برای خداوند شرابی هست. وقتی که همین شراب را برای اولیاهای خود آماده کرده است، وقتی همین اولیاها که شراب خوردن مست میشوند، وقتی که مست شدن در حالت مستی رجوع به سوی خدا میکنند، همون شراب می نوشند. این شرابی که آدمها را مست میکند، پلید میکند، افلاس میکند، این شراب نیست. حضرت حافظ میگوید المنت لله که دری میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. این شراب، این می که ما استفاده میکنیم، این بیچارگی است، میگه عاجزی ماست. اون می که مجازی است، اون می که در خمها می جوشد، از وی همه مستی و غرور است و تکبر. اون می هست که آدم تکبر می سازد، مغرور می سازد، پلید می سازد. این می ما اون می نیست. گفتن حضرت. عارفی دیگر چی می گوید؟ شراب عشق نبود زاب انگور، شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. این شراب عشقی که ما بیان میکنیم این آب انگور نیست میگوید، و رهی نوشیدنش هم با راه این گلو نیست، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. از این پیمانه و جام و سبوها غرض پیمانه و جام و سبو نیست. ما وقتی که در شعرهای خود رومکه را استفاده میکنیم، جامهای بادنوشی را استفاده میکنیم، این مقصد از همین رومکه هایی که عرق می نوشند، این مقصد از این نیست میگوید. بدان معنی که عارف زلف گوید. وقتی در شعرها که زلف دیدین، نظر در پیچ تاب هیچ موی نیست. وقتی ما زلف استفاده میکنیم، این از همین زلف های کجه که بعضی از فاحشه ها کج میسازن و بیرون میبرن، میگد این از اون نیست. این زلف ما هم عشق در راه خداست. بیان عارفان را اصطلاحی است که جز عارف کسی را گفتگو نیست. این عارف ها اینا میدانند، خردمندها اینا میدانند. برای همین این شراب و این می که حافظ و بیدیل و سعدی و خیام و اینا استفاده کردن، این مقصد از همین باده هایی که می نوشن این نیست، بلکه اینا همه عشق الهی هستند. السلام علیکم. اکی مرزا حاجی. ما از ناحیه مومن آباد در هر نماز جمعه به پیش شما می آییم. کسیته های شما را خریده می بریم. در کسیته 36 شما در بابت نیت غسل گپ زدید. دانید یا ندانید فرق ندارد. همین را به ما ساده کرده فهمانید که مردم ما اعتقادشان گشت. مخلصان شما از مومن آباد با یک مسئله عادیه که اگر اعتقادشان گشته باشد، در غسل جنابت 3 فرض است: غسل فم، انف و کل البدن. در غسل جنابت 3 فرض است: شستن دهان، آب گرفتن بینی و تمام بدن را تر ساختن. این فرض است. کدام ما و شما همین 3 عمل انجام دادیم، ما و شما از غسل جنابت خالی شدیم. ما دیگر در جنابت نیستیم. و سنت همین غسل جنابت چی است؟ بینه نیت در حتی سنت هم نیست. نیت گفته همون، اگر مقصد این برادرها خواندن همون دعای نویت ان اغتسل غسلا من جنابتی رفع، من نمیدونمش باور کنید. اگر همین باشد این لازم نیست، این لازم نیست. تماما این شما اذیت نکنین، حاجت به اذیت کردنش نیست. هیچ فرمایش، نه فرض نه سنت نه مستحب، در هیچ امر نیست. خلاص ممکن خیلی همون ملاهای همجا مختصر خان باشند، فرضا و سنت های همین غسل تماشا کنید، در هیچ کدام همین نیت آوردگی نیست.
برای همون نیتی که در دلتون کردیم برای پاکیزه کردن بدنتون، خودش نیت واقع شد تمام. شرط نیست که شما اون را لفظاً با دهانتون بخوانید، با زبان خود بخوانید. و سنتش همین است که شما پیش از غسل جنابت باید که پیشاب و مثال حاجت خانه داخل شوین، همه را دور بسازین، آمده دستها را شوین، یعنی طهارت کنین پیش از غسل جنابتتون بغیر پایها را شستن. بعد در دوام همین آبازی کردگیتون پایهاتون را میشورین، تمام شما صاحب هم طهارت هستین، هم صاحب از جنابت خالی شدین. این نیت شرط نیست و لازم هم نیست. داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم که سوال ما را با پرگی جواب گردونید. 23 فوریه یا 8 مارس در دین اسلام هست یا نه؟ همین رو ما چندین بار گفتیم برادرای عزیز. یکی 1 ینور، یکی 23 فوریه، یکی 8 مارس، یکی 9 می، دیگر ایده‌های که هستند اینا ایده‌های ملی هستند، ملی تاجیکستان ما و شما هستند که اینها را به قید میگیرند. اینا از اسلام ما نیستند، لیکن در تاجیکستان در تمام دنیا این عید پیشواز گرفته می شود. چرا شما از 40 سوال نمیکنید؟ چرا از 7 سوال نمیکنید؟ چرا از 6 ماهگی سوال نمیکنید؟ چرا از 20 سوال نمیکنید؟ چرا از سال سوال نمیکنید؟ کجای کتاب در اینا هست؟ السلام علیکم داملا، آیا سلام دادن چی فضیلت دارد؟ این سوال ما در کسیتوی پیشین گفتگی هستیم که سلام چگونه باشد و چند ثواب دارد. میتونین هم کسیتوی پیشین نگاه کنین، انشاءالله همه فضیلت سلام در او وجود دارد. السلام علیکم داملای شیرین زبان، از شما خواهش دارم که درباره حرمت نان یک دو سخن میگفتید، چون که در کوچه ها نان ریزه ها رو میبینیم که پرتافته شده است. گناه این چیست؟ میگفتید. با احترام مخلص اشدی شما. البته هر یک نعمتی را که شما اگر با قدرش نرسین، خداوند اون نعمت از شما میگیره. و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و ان کفرتم ان عذاب لشدید. خدا در سوره ابراهیم میگوید اگر هر نعمتی که من بر شما میدهم، چه از خوردنی باشد، چه از تنی صحت باشد، چه از نوشیدنی باشد، اگر با قدر او نرسیدید، شکرانه او را به جا آوردید، خداوند وی را از شما میستاند میگیرد و عذاب خدا بالای شما سخت میشود. شکر کنی نعمتت افزون شود، ور نکنی از کفت بیرون شود. البته نانم یکی از نعمتهای خیلی قیمتی هست که تمام نعمتهای دنیا دل آدم میگیرد، لیکن نان نمیگیرد. در همه طعام، در همه حالت نان ما و شما خورده میتوانید. وقتی او را زیر پاکی پرتافتی، حتی در حدیث های همین 1000 حدیث هم آمدگی است که پیغمبر خدا گفتن اکریم الخبز، شما نان را احترام کنید، نان احتیاط کنید. صد افسوس که امروز معرکه های ما و شما تماما توجه به نان نمیدیم. نانها در بالای دسترخوانها قاق میشوند، نانها در داخل دسترخوانها همون پوپنچوک میگیم چی میگیم همونها میزند، پروا نداریم، اهمیت نمیدیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ما از شما خواهش میکنم که در جمعه آینده با ما امام عسکری جان را نقل کنید. راستی بار به حاجتم نیست و قصه این امام عسکری جان ما هم نمیدونیم. خدا رحمت و مغفرت چون کنه در کجای باشند، لیکن در همین موضع های ما و شما نیستن. اینا همین حضرت امیر سید علی حمدانی واقع هست. دیگر این عزیزوارهایی که در اطراف ما و شما نامهاشون نمیگیرن، اینا اکثریتش وجود ندارن در اینجا. اینا همش عرب هستن، همه اینها نبیره ها نواسه های پیغمبر خدا هستند. اینا از کجا به اینجا رسیدن؟ حتی همین حضرت سلطان ویس قرنی که اینقدر مشهور است، اینا در حدیث های صحیح پیغمبر میگذارد که در جنگ حضرت علی کشته شدگی است، از جانب حضرت علی جنگیدگی است و در همین جنگ حضرت علی نابود شده است. و در وقتی که در اون مدینه که جنگ شدگی است، از مدینه به این خاولین غیر کی آورد؟ 3 بار من
با حضور همون حضرت. لیکن سلطان ویس قرنی بسیار آدمی بی نهایت به خدا نزدیک آدم بودن، زیرا پیغمبر خدا را ندیده بودند، لیکن پیغمبر خدا از سلطان ویس قرنی یاد کردگی هست. در حدیث میگذرد که ابوبکر را میگوید که ابوبکر تو وی را نمیبینی، لیکن عمر تو وی را میبینی و طلب کن که در حق شما دعا کند. این پیغمبر خدا در حدیث ها گفتگی است. از کجا میشناسیم؟ در همین کف دستش یک سفیدی هست، وقتی دیدین بدانین که وی سلطان ویس قرنی است و دعای او را قبول کنین و دعای او را بگیرین. این در حدیث ها میگذرد. اینجا یک شعر نویساندن، التماس همین شعرهایی که شما ایجاد کردین رحمت، لیکن همین شعرها و این شعرها ما باور کنین یعنی سزاوار هم نیستیم. قدر شعرهایی که مثال در اینجا این قدر وصف صفت کردن. برای همین سوالش رو میخونیم. سلام داملای عزیز و عالی، قدر ما از شما خواهش میکنم که به سوالهای ما جوابهای درست دهید. سوال ما چنین است: در یگان پنجشنبگی دعا کنن در دسترخوان کارچه باشد درست است؟ این کارچه میره دعا را نمیگیره. در پنجشنبگی دعا کردن با بودن کارچه و نبودن کارچه هیچ حاجت نیست. تا حال همون عقیده های کهنه و عقیده های باطله که هستن همینا تا حال در مینه سر ما و شما جا دارن. اگر با پیش نماز گذارن نمازت قبول می شود یا نه؟ البته نماز قبول می شود نمی شودش این نزد خداست، لیکن نماز شما را نمی برد. یعنی بعضی آدمایی هستن که از پیششون آدم میگذرد در حال چیکار میکنن؟ میگن نماز من بریده شد. نه، نماز بریده نمیشود، نماز فاسد نمیشود، ویران نمیشود، نماز دوام ده. همون آدم گذرنده گناهگار میشود. کسی با پیش نماز کسی میگذرد، حتی حضرت امام ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن من 40 سال در یک جا راست ایستادن به عهده میگیرم، لیکن به پیش نمازخوان نمیگذرم. از گناه وزنین بودن این. برای همین کسی که نماز میخواند اول جای خودش را مناسب کند. یک جای بخواند که جای گذرگاه مردم نباشد و هر یک آدم گذرنده هم احتیاط کند به پیش آدم نمازخوان نگذارین که گناهگار میشوید. لیکن وقتی گذشتین شما گناهگار شدین، لیکن در نماز او هیچ خلل پیدا نشده است، هیچ نقص پیدا نشده است. اگر در کرته یا در سله صورت زنده باشد نماز خواندن درست است یا نه؟ داملای عزیز، البته که امروز روزی هست که روز اجابت دعا. شما دعا کنید که بابای ما چشمانشان بینا شوند. در کرته و در جای نماز و در سله و در کجای در خانه و در کجایی که صورت باشد شما از ثواب نماز محروم هستید. اگرچه نماز شما باطل نشد، فاسد نشد، لیکن هیچ ثواب در اون نماز شما باقی نیست. خداوند این بابا را شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما یک خواهش دارم که با همین سوال من جواب گردانید. من ستر عورت کردم و من شوهرم میگوید که اگر ستر عورت نکنی فهمید که شما زن من نه. مادرم باشد میگوید که اگر ستر محکم کنید من شما را نه در دنیا میبخشم و نه در آخرت. من چی کار کنم؟ این خواهر عزیز با احترام زیاد مهرالدین نویسنده است. وقتی که شما خواهرای عزیز شوهر که میکنین، رسول اکرم میگوید اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. بزرگترین حق بالای زنها بعد شوهر کردن این حق شوهر میست. دیگر پدر یا مادر بگوید که تو ترک ستر عورت کن، نعوذ بالله باور کن از دین بیگانه میشود. وقتی که با امر خدا تو چکار میکنی؟ تو مقابلیت نشان میدی. خدای تو در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن
ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای محمد صلی الله علیه و سلم، با دخترهای خود، با زنهای خود، با زنهای تمام امت خود خبر بده که بالای سر خدا بپوشانند، گردنهای خدا بپوشانند، پایهای خدا بپوشانند، یعنی سطح عورت به جا بیارند. وقتی تو امر خدا را که مقابلیت نشان میدهی، مسلمانی تو کجا میشود؟ و این دختر حق دارد که سخن پدر و مادر اینجا قبول نمیکند، اگرچند شوهرم که نداشته باشد. حالان که وقتی صاحب شوهر شد، سخن شوهر گذر دارد، سخن پدر و مادر گذر ندارد. السلام علیکم. دولای شیرین سخن، ما که در دین اسلام خواهش داریم و کسیته های شما را گوش میکنیم و من میخواهم که سبق گیرم. من را پدر و مادرم نمیماند. من که حالی که خرد هستم، گوید که من چیکار کنم. اگر شما خرد باشید برادر عزیز، از تعلیم قرآنم دور نشو و از خواندن مکتبم دور نشو. کاری کن که در مکتب با بهای اعلا خوان و تمام معلمهای تو از تو راضی باشند، نه بالای تو شکایت کنند. یعنی اگرچه یک مدت وقتت را در مسجد میگذرانی، یک قسم زیادی و با در مکتب گذران کن. با درس های امروزه هم چکار کن؟ توجه زیاد داشته باشی. گر حال نیک خواهی، حضرت رومی میگوید، پدر و مادر هم میگوید، پدر و مادری که نمیخواهد فرزند او قرآن خوان شود یا نماز خوان شود، گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. اگر شما حالت نیک فرزند بخواهید، اگر شما بخواهید که در آینده از این فرزندها راحت بینین، اینها را چیکار کنید؟ قرآن خوان کنید، علم دنیوی را نشانشان دهید و کسب و کار نشانشان دهید. گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. زیرا که پیشه باید روزی که کار افتد، چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه. حضرت گفتن مادامی که اگر پیشه را یادش ندادین، یعنی کسب و کار نآموخت و ایرا قرآن خوان که نکردین، برای این گونه فرزند بیل و کلند و تیشه منتظر است. یا چون خط نداند یا پیشه نداند، پس گاو و خر چراند در کوه در و پشته. وقتی از قرآن دور شید، از نماز دور شید، از علم دنیوی دور کی شد، زیب این گونه فرزند و زیب این گونه پدر و مادر همون بالای کوه چراندن گاو و خر است. گفتند حضرت سعدی میگوید بیامرز پرورده را دست و رنج. این فرزندی که در خانه تو پیدا شد، اینا شما علم آموزانید، اینا شما کسب دنیایی آموزانید، اینا خط خوانش کنید. بیامرز پرورده را دست و رنج، اگرچه دست داری چو قارون به گنج. اگر مثل قارون به دولت هم که باشی، باید فرزند تربیه کنی، باید فرزند کسب نشان دهی. میتواند این برادر ما هم تعلیم مکتبش دوام دهد و هم آمده نزد ما تعلیم گیرد، قرآن خوان شود. انشاءالله از هر دو جانب وای برکت می‌یابد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر کفر نشود، از پدرم تو را بسیار دوست می‌دارم. خواهش التماس یک جمعه را درباره اهل دوزخ یا اهل بهشت صحبت می‌کردید، بسیار خوب می‌شد. سوال: خوراک دوزخیان چیست؟ چرا استعمال می‌کنند؟ البته خداوند همه ما و شما را از عذاب دوزخش نگه بدارد و از وارد شدن به دوزخش نگه بدارد. و انشاءالله در باب این دوزخ و بهشت خدا خواسته باشد صحبت ها میکنیم. الحال من به شما خبر میدهم آیت را از خوراک دوزخیان، که دوزخیان چی خوراک دارند. خدا میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: تسقى من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. صدق الله العظیم.
وقتی که این دوزخی ها تشنه می شوند از حرارت دوزخ، وقتی تشنه می شدند، تسقا من عین آنیه، از آب داغ، از آبی که خیلی گرمی و حرارت وی هیچ دیگر حد و کنار ندارد، از همان آب حرارت دار در حلق آنها می ریختند. تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع. این دوزخی ها طعام نمیخورند مگر ضریع میخورند. مفسرای قرآن میگویند ضریع این یک علفی هست، یک خاری هست که هم تلخ است و هم بوی دارد، که این اشترها در همان عربستان میخوردند. این خار بویناک و تلخ خوراک دوزخی ها بودند. وقتی پیغمبر خدا میگد این آیت خواندن، مفسرای قرآن میگویند مشرکای عرب گفتند مادامی که ضریع همین خار که خوراک ما باشد باکی ندارد، اشترها را بینید همین خارها را میخورند، چقدر فربه هستند، چقدر چقان هستند. رسول اکرم چی گفتند؟ دوام آیت خواندن لا یسمن ولا یغنی من جوع. این خاری که در دوزخ است، این خار بویناک و تلخی که در دوزخ است، لا یسمن، این فربه نمیکند، ولا یغنی من جوع، و گرسنگی شما را دور نمیکند، شما دائم گرسنه هستید. این از خوراک دوزخی ها. از این ده هم بدترش هم در آیات های کریمه آمدگی است که حتی آبشانه از همان زرداب زیناکارها هم میگویند که زیناکارهایی که در دنیا زینا کردند، وقتی اینها زرداب بدنشان که میریزد، این آب جمع می شود در دوزخ و برای دوزخیان استفاده می شود. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم، میخواهم جوابش را با پررگی گیرم. شخصی از خدا قسم خورد که من دیگر قماربازی نمی کنم، لیکن کرد، بگوید که گناهی و چیز. خدا در قرآن میگوید استعیذ بالله انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. با درستی این که عرق نوشی، میسر قماربازی، انصاب و ازلامش فالبینی و بت پرستی، رجس من عمل شیطان، اینها پلید هستند، عملهای شیطانی هستند. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اگر تو از عذاب خدا بخواهی که ایمن بیابی، از این چهار چیز دور شو، تو در عذاب خدای خودت گرفتار نمی شوی. کسی که قماربازی میکند، البته به البته وی وارد دوزخ میگردد. کسی که عرق نوشی میکند وی وارد دوزخ میگردد. کسی بت پرستی میکند، فالبینی میکند وی وارد دوزخ میگردد. زیرا این عملهای پلیدی هستند که این بنده به آنها چنگ زده است. عیب است که وقتی که امروز فرزند مسلمان نماز میخواند، خدا میگوید، مسجد میاد، باز قمار بازی میکند. از پول قمار باز شکار میکند، باز معرکه میکند، نان میکند، خیر احسان میکند که خداوند به این پول حرام احتیاج ندارد. فرزندها گرسنه و عائله ناآرام و این باشد قماربازی دارد. سلام داملای محترم، من میخواستم مصرعهای شعر زیرین رو تحلیل نمایید که با قلم محمد غایب نوشته شده است، ولی مضمون از اثرهای حضرت امیرجان گرفته شده است. زندگی از مرگ بهر هر مسلمان مشکل است، 5 سختی دیدن و طی کردن 6 منزل است. و ما فهمانید که این 5 سختی کدام است. بغیر همین 5 کلمه دینی دیگر هیچ معنا نمیدهد. همین 5 سختی دیدن و طی کردن 6 منزل است. همین 5 سختی، این به همین 5 کلمه بسیار نزدیکی میارد. اگر کدامی در لازم باشد بیاید از نزدیکتر انشاءالله تحلیل کردن میتیم که چی سختی ها دارد. یعنی به همین بنای مسلمانی، 5 بنای مسلمانی است. سوال اخیران میخونیم انشاءالله دعا میکنیم.
السلام علیکم داملای محترم. اولا مرا میبخشید چون که وقت شما رو میگیرم. خواهشمندم با همین سوال من پرره جواب گردونید. من شما را از برای خدا دوست می‌دارم. سوال من چنین است: حضرت رسول اکرم می‌فرماید هر شخصی که در هنگام شام شراب بنوشد و با همین حالت صبح کند مشکوک است. اگر صبح شراب بنوشد و با همین حالت سحر کند مشکوک است. چی معنی دارد؟ یعنی کسی که سحر شراب می نوشد تا بیگاه یا بیگاه می نوشد تا سحر و مشکوک است، یعنی وای بدبخت است. وای بدبخت است کسی که روزی خود فقط به شراب خوری میگذراند. در جای دیگر می فرماید که هر کسی که فرد شراب خور را سلام دهد و با وی مصافحه کند، سلام کند، خداوند عملهای 40 ساله وی را ضایع میکند. خواهشمندم پرره جواب دهید که چون که من در جای کار میکنم که زیاده از 40 نفر کارگر است، همه شراب می نوشند. تنها من نماز میخوانم، نماز جمعه میآیم، مرا ملا گفته تمسخر میکنند، کنی بیا ملا گفته میخندند. من چیکار کنم؟ سلام کنم نکنم؟ پس احوال من در نزد خداوند چی میشود؟ با احترام مخلص شما. سلام. راستی بار تا حد امکان اگر توانین از همین آدم های شراب نوش و تمسخری که میکنن از همین ها اعتراض کنین، دور باشین. چه همین آدم های عرق نوش و چه دیگر طایفه های بدکاری که هستند، اگر چنین باز معامله و تمسخرانه به شما رفتار کنن، شما هم میتونین که با آنها تمسخرانه هم معامله کنین. سلام آنها هیچ حاجت هم ندارد وقتی که تو را اینقدر بی قدری میکنن. لیکن امروز صد افسوس که چیکار کنیم که اطراف همه ما و شما عبارت از شرابخور است و کار همه ما و شما در پیش همین شرابخورها البته میغلطد. مجبور میشویم که از آنها چیکار کنیم؟ حاجت طلب کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله این سوال باز جواب پرره میگیریم، برای وقتم انجام یافت. و این جمعه یک برادرمان سنگ غفورزاده داماد مولانا 500 کیلو سیمین برای همین طهارت خانه آوردن. یک برادرمان اینجا عالم جان و سفر علی که خیشای برادر حاجی رجب علی هستند، اینها هم یک میکروفون برای همین مسجد آوردن و خواستن در حق ایشان دعا کنیم خدای مهربان و تمام این برادرایی که خیر احسان کردند و سوالها ارسال کردند، همگی را خدای مهربان عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیب بگردانی و خیر احسان هایی که این برادرها کردند خدای به درگاهت مقبول بگردانی، دولتشون از زیاده بگردانی، خودشان و فرزندهاشون خدا عمر دراز و از جمیع آفتها در حفظ و امان خود نگه بداری. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.